نبود بازار عسل افغانستان چه در داخل و چه هم در خارج یک مشکل عمده هست. با او تناسبی که مثلا دیگه کشورهای همسایه ما که بازار خارجی داره، افغانستان با او تناسب قطعا بازار نداره در خارج. 24% رشد تولیدی داشتیم و رشد تولیدی 24% در یک صنعت جدید، در یک تولید جدید ساده نیست. در حدود 6510 نفر در این صنعت فعلا مصروف است که از جمله 507 نفرش خواهرای ماست که 8% از این صنعت تشکیل میده. اگر ما به صورت اوسط فکر کنیم هر فامیل 6 نفر در حدود 40,000 نفر از این صنعت نان میخوره و مسئولیت غذایی خود کسب کرده.